هوشنگ. پادشاهی هوشنگ 40 سال بود. پس از کیومرث هوشنگ خردمند و دادگر تاج بر سر نهاد و 40 سال پادشاهی بکرد. چون بر تخت شاهی بنشست گفت من پادشاه 7 کشورم که به فرمان یزدان پیروزگر اینک کمر به داد و دهش می بندم. پس از آن گیتی را یکسر آباد ساخت و داد بگسترد. نخست با دانش خود آهن را از سنگ بیرون آورد. پس آنگاه با شناختن آهن بود که پیشه آهنگری بنیاد نهاد و بدان تبر و اره و تیشه ساخته گشت. پس از آن چاره آب کرد و آبها را با ساختن جویها از دریا به دشت آورد و رنج مردم را کوتاه ساخت. چون آگاهی مردم افزون گشت پس کشاورزی پدید آمد و هر کس خوراک خیش از کشاورزی بیاورد و با آغاز کشاورزی بود که هر کس سامان خیش بشناخت و یک جانشین گشت. پیشتر از آن که این کارها کرده شود خوردنیها تنها از میوه ها و پوشاک مردم تنها از برگ درختان بود.